این ماشین در قطعه راه ویران شده در ناحیه شمس‌الدین شاهین می‌ایستد. راننده برای بخطری مسافران را از ماشین بیرون می‌کند. این قطعه راه 14 اپریل خراب شد. از سبب قسمت دیگری راه سخت بوده است. لغزش که به عمل آمده از زیر راه اسفالت را کنده با بلندی از 3 تا 4 متر بلند کرده است. برای تأمین عبور بخطر راهسازان راهی الترناتیوی باز کردند که از کوه دورتر است. با وجود این اکثریت ماشین‌ها از قسمت ویران شده کاملا کناره‌گیری می‌کنند. متخصصان راه هشدار می‌دهند که در صورت بارشات زیاد کوه می‌تواند لغزد. در آن صورت احتمال راه بسته شود. ما حاضرش در گفتنیم که هر حالت میتواند همین خطر باز مقصد راه خیزد در حالت بارشات زیاد به عمل آمدن میتواند همین خطر سر زند از سببی که کوه از یک کوه دیگر جدا شده است و هر لحظه میتواند که همین چیز راه را محکم. بله. راهسازان منتظر متخصصان دانشکده لایحه‌کشی میباشند که الان خلاصه های خود را آماده میکنند. این راهی تخریب شده ای است که در ناحیه شمس‌الدین شاهین قرار دارد. نوارش هم چند روز به این طرف در شبکه‌های اجتماعی میچرخد. نوارگیرندگان میگویند که زمین کفیده و اسفالت آن را به بالا برآورده است. مسئولان حکومت ناحیه گفتند که در روز اول راه را باز کردند. این راهی بین المللی به حساب رفته سمت بدخشان را به مرکز جمهوری پیوست میکند. این مسیر بین المللی که با نام شاهراه دوشنبه قلمه معروف است، تاجیکستان را به چین میپیوندد و مقدار قابل ملاحظه مال محصولات توسط این راه انتقال می‌یابد. هرچند روند ساختمان راه در اولی سالهای 2000 آغاز شد، ولی این مسیر راه پورا ساخته نشده است. از بس که قسمی زیادی راه از دامن کوه‌ها و ساحل‌های دریا می‌گذرد، آن به آفت‌های طبیعی آسیب پذیر باقی می‌ماند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.